چهارشنبه بازاری که گفته بودم، یعنی قبلا ولاگشو گرفته بودم براتون، هستش توی چنل، میتونید بریم ببینین. از اینجا باید رد شین برسیم به پارکینگ بهپاک، بعد دیگه بریم برای جشنواره. بریم بهپاک، یعنی همون پارکینگ بهپاک که گفته بودن باید برای جشنواره برین. بعد گم شدیم، یعنی الان ما دم در بهپاکیم ولی پارکینگ پیدا نمیشه. رفتن بپرسن که پارکینگ کجاست ولی من تازه فهمیدم که اون خانومه که ازش آدرس گرفتن یکم جلوتر آدرس اشتباه داد، گفت برین جلوتر، ولی چیزی که پدر داره اشاره میکنه اینه که آدرس اشتباهه. چه شانسیه آخه. عالیه، کمش آمده. ورودیشه، نمیدونم صدا چطور میاد واقعا. بهشهر به انارش معروفه نه؟ انارش سیاهه، اولین بار همچین انار میبینم. فرق این دوتا رو میدونی؟ فرق این دوتا رو میدونی؟ من نمیدونم. فرق این با این چیه؟ این انار ملسه، این انار سیاهه. این انقدر سرشار آنتی اکسیدانش زیاده، پوست رنگش به این شکل در میاد و هیچ دورریزی نداره. مثلا تاجشو به عنوان دمنوش استفاده میکنن میریزن، پیه‌شو میتونی خشک کنی با پوستشو، تو غذا به عنوان ادویه استفاده کنی. خاصیت آنتی اکسیدان داره، خاصیت ضد باکتریال داره، خاصیت ضد عفونی کننده داره، دستگاه ایمنی بدن تو میبره بالا، هیچ دورریزی نداره. بیشتر هم به ژاپن، هند صادر میشه تا ایران شناخته شده باشه. واسه همین تو ایران قیمتش بالاه خیلی. قیمت 150 تومن، کیلویی 70 تومن کیلویی. اینم بقیه اناراشه، انواع اقسام. این انار شکره فکر کنم، نه؟ نمیدونم از آقا شیرین کجاست؟ شیرین داره دیگه. آره؟ کوچیک‌ترین ورش. میشه فیلم بگیرم؟ خونه. بابا ببینم. به به شیرینه نه؟ آره. مزه‌شو بگو. باقر نظرت؟ خیلی عالی. آب انارم دارن، همه چی از اناره. عالی. انار، همه چیز انار. این برم هست، ترشی هم هست. ترشی مرشی همه چیز. کیلو کیلو چایی. گفتن محصولشون مستقیمه. بچه چای نبات هم میدن بهتون. خوش اومدین. غرفه ما غرفه تبریز، تمام سوغات تبریز رو داریم. این نوعا هست، شیره انگور، کره بادام زمینی و مغز گردو. برای کمخونی و کسانی که ورزش میکنن فوق العاده مفید و عالیه. کم کالری در مقابل پر انرژی. این سوجوق سوغات گرجستانه ولی الان تبریز خودمون داره تولید میشه. مغز گردو، شیره انجیر که شیره انجیر ملینه برای کسانی که مشکل گوارش داشته باشن، خیلی خیلی عالیه. ریس داریم، ریس هم سوغات تبریز، شیره انگور، جوانه گندم و این سفیداش عسل، جوانه گندمه. لوکوم هم سوغات ترکیه است در اصل ولی باز داره توی تبریز تولید میشه، با استویا درست میشه. استویا گیاهیه که بله، استویا گیاهیه که خودش شیرینه، یعنی تنها گیاهیه که شیرینه، واقعا خودش شیرینه. مثل همون لوکومه؟ این نه، این باسلوقه. این تفاوتش با اینا اینه که این نشاسته و شیره داره، این عسل داره، رژیمی نیست، کالریش زیاده ولی اونا رژیمی هن. اینا هم مغزدار همونن. اصل ترکیه اینا هن. لوکوم فتیله‌ای، ما بهش میگیم لوکوم فتیله‌ای. و معجون دارم. معجون من برای این شهر شما که یه شهر مرطوبیه، شما قطعا یا امیدوارم که اینطوری نباشید، پادرد، کمردرد اینجا زیاده، روماتیسم مفصلی اینجا زیاده به خاطر رطوبت هوا. فکر کنم برای همینم سیر میخورین زیاد. بله
این طبعش گرمه. کنجد داره. آره کنجد، تخم کتان، بزرک، شیره خرماست، عسل و 4 مغزه. بابا داره تست میکنه. بابا تست کن، نظرتو بگو. بگیرم ازت. پدر ترش بود خیلی؟ نه فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. پدر راضی بود پس خوب بود دیگه. هر کدوم با یه انار مختلف گرفته شده یا هر کدوم آلو جنگلی و زرشک. نم زرشک. به به. زیتون پرورده. وای چه زیتون؟ این چیه؟ اینم زیتونه. سیر. خدا میدونه این مال چند ساله، یعنی خداست این. به به. داری 500 عکس ای بابا اینا بابا بگیر من دستم پره. اینا بیوگلزه با آرد ذرته، با آرد ذرت تنوریه، طعمدار شده. هر کدومش یه نوع طعمی داره با ادویه‌های مخصوص. طعم کچاپشو داره، پنیریشو داره، پنیر ناچو داره، تون داره، ماسالا داره، پیتزایی و پیاز جعفری. فوق العاده است طعمش. از همین تمام دوباره بادومش هم داریم. بادوم زمینیه، روکشش با آرد ذرته. اینا با ادویه‌های مخصوص. آره با داخلش بادوم زمینیه، روکشش با آرد ذرت طعمدار شده. اینا معجونای خونگیه، کار خودمه. معجونمون 4 مغزه با 4 شیره به اضافه عسل، تخم خشخاش داره، بزارک داره، سیادانه داره، گرده گل، هل، دارچین، زنجبیل، گل محمدی و گل زعفرون. حلوا گردویی داغ گفتن تازه از تنور در اومده. اینا چیه؟ توضیح میدین؟ اینا کلمپای کرمون دستساز بدون قند، یعنی توش خرماست. اونا که دیابت هم دارن خیلی خوبه. اینا هم همه چلگیا، خشخاش و پسته‌ای، نخودی، خیلی خوب. اینا اونایی که پادرد دارن و رطوبت بدن دارن و قوت توی دیگه خیلی خوبه، مال کرمونه. اینم زیره های خوب کرمون، عالی. بله. و زیتون پرورده عالی. محصولات ما از اینم تبریز، همه چیش طبیعی عالی. اینم عسل طبیعی، دوغ تبریز عالی، به طبیعی خوش شده و عسلش هم خیلی طبیعی و خوب. بله. پنیر لیقوان داریم، شیر ارده خوب، همه